گروهی از افسران احتیاطی تشکیلات جمعیتی سپری وحدت که شروع از حمایه ساخت کنستیتوسیونی تاجیکستان و چندین درگیری‌های مرزی در یک صف جنگیده‌اند به گرامی داشت خاطره یکی از همسفران هلاک شدهشان در نزد سنگ یالبودش جمع آمدند. با پیشنهاد همین تشکیلات و با رضایت مقامات محلی و وکیلان مردمی، مکتب رقم 13 دهه آفتابرویه جماعت دهات نوگرام شهر اسفره به نام عارف تاج‌الدینوف گذاشته شد. تاج‌الدینوف عارفجون شریفویچ یک مرد جسور، مرد وطندوست، مرد خاکسار، البته تیاری خود را در صف مسلح قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان، تعیینات مخصوص وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان وقتی بی‌نهایت دشوار که برای وطن ما، برای ملت ما گذشته بود و البته همچون سربان بالیاقت، تجربه دار و یک چند مراتبه در تیرپرانی ها و فعالانه اشتراک کرده یک نمونه عبرت برای جوانان بود. سپری وحدت در اسفره حدود 200 عضو دارد. اعضای این سازمان میگویند آنها همچون افسران احتیاطی همیشه در حالت آماده باشند و تقریبا در همه درگیری‌های مرزی اشتراک کرده و رزمیدند. عارف تاج‌الدینوف در مناقشه ماه سپتامبر سال 2022 بین تاجیکستان و قرقیزستان به هلاکت رسیده است. نمازبای نازیروف در روز هلاکت همسفرش همراه بوده و شاهد حادثه گردیده است. 16 سر شد ساعت 4 سحر ما با تریوگه شد. سانی کوبا برامدم رفتیم. من کماندر زواد بودم. از 4 طرف تیر آمد. از 4 طرف تیر آمده من پاچیک با مثلا هم خیس کردم من میدونم 4 تا تیر من گرفتگی من. عارف تاج‌الدینوف 47 ساله زاده شهر اسفره پدر 2 فرزند بود. و از سال 1992 تا سال 1994 در قشون‌های وزارت کارهای داخله ادای خدمت کرده. سال 2014 عضو سپری وحدت گشته است. اما پیوندانش میگویند زندگانیش به سختی پیش میرفت و عارف برای دریافت روزی با کارهای پرزحمت مشغول بود. خیر رسیانده بودن و کرده بودن فتم و اکو خیر خواره که مشو میدادگی بودم بدیم زندگی مو بود برام رسیه برافته بودن اکو عرسی آمدنو پنجمی میخوای گاشتن قتیمان میخوای سوکر گاشتن بیم که بعد میخوای جنگ برفتن سونه بعد میخوای شهید شده بودن. این اولین بار نیست که به نام هلاک شدگان درگیری مرزی مکتب یا تعلیمگاهی را در تاجیکستان نامگذاری میکنند. چند مؤسسه تعلیمی در اسفره و دیگر نواحی کشور نام آنها را دارند. همچنین کوچه و خیابان‌های را هم به نام جنگاوران و یا اشتراکچیان مناقشه‌های مرزی گذاشته‌اند. همکنون گروهی از ساکنان و افسران سابق می‌خواهند به خاطر قهرمانان سنگ و یا لوحه با نام هلاک شدگان حکاکی گردد. فرزان محمدی، رادیوی آزادی، شهر اسفره.